چیکار داری میکنی خانم؟ نقاشی میکنم. برای کجا؟ برای یک فیلم سقوط در هوا. درون یک تاریکی مطلق انفجارش ساخت، یک جهان بی نهایت از جنس خاک و آسمان بیکرانش. تو روز اولین ورود تلخ زندگی تو بستر زمان شروع شده اعتراض ما به خط مبهم جهان، طلوع تیرگی رو بوم آسمان، خروج تیر ظلمت از کمان و تازیانه های وحشی سوار بر مراد این جهان. تموم جمعیت نظاره‌گر به چوبه های دار، یه زندگی به انتظار مرگ با طعم انقلاب و درد، شعار اعتراض و خشم و بد، انفجار من. تو روزگار سرکش زمان، نبرد ذهن و جسم و جان، انجمادی از وجود من گسسته تر و اعتقادی از سکوت من خورنده تر و اشتیاقی حتی از تبر کشنده تر.